همه میگن کاهش وزن برای سلامتی ما خوبه، اما خیلی وقتا ناگهان لاغر شدن میتونه به بدن ما خیلی آسیب بزنه. تو این ویدیو میخوام براتون بگم چطوری اصولی و علمی لاغر بشین. قبل از هر چیزی برای لاغر شدن بدن باید در وضعیت کالری دفیسیت قرار بگیره. یعنی کالریایی که مصرف میکنیم از کالریایی که میسوزونیم کمتر باشه. و فقط هم کالری دفیسیت مهم نیست. ماکروها هم مهمن. یعنی یک نسبت معقول از چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها و پروتئین با کیفیت به خودمون برسونیم. میزان مصرف پروتئین ما خیلی مهمه، چون باعث میشه عضله از دست ندیم و کاهش وزن با کیفیتی داشته باشیم. حالا ممکنه فکر بکنین غذایی مثل اینو نباید بخوریم. معلومه که نباید بخوریم. کالری خیلی بالا داره و کیفیت خیلی پایین. به جاش باید از غذای با کیفیت تر، کم کالری تر استفاده بکنیم. و خودتون هم نکشین. میخوایم توی بازه زمانی بلند این کارو بکنیم. پس اگر هر از چندگاه یه چیت میل داشتین هیچ اشکالی نداره. چیت میل وعده آزاده، یعنی یک وعده هر چی که دلتون میخواد بخورین، اما مسئولانه. نه اونقدر چیت میل رو سنگین بخورین که همه زحماتتون به هدر بره، نه اونقدر الکی استفادهش بکنین که اصلا بهتون حال نده. چیت میل یه وعده راحته برای اینکه بتونین مدام رژیمتون رو نگه دارین. اگر میخواین وزن زیادی رو کم بکنید، کاهش وزن سریع بدترین کار ممکنه. وزن ما باید توی ماه بین 1 الی 2 کیلو کم بشه که پوستمون آویزون نشه، عضله‌هامون رو از دست ندیم و بتونیم مداوم این کار رو انجام بدیم. یه چیز دیگه، اصلا عدد وزنمون مهم نیست. مهم اینه که چقدر عضله نگه می‌داریم و چقدر درصد چربیمون میاد پایین. پس روی وزن حساس نباشین و درصد چربیتون اندازه‌گیری کنین. بدون این خیلی کار سخته. ورزش کیفیت کاهش وزن ما رو تنظیم میکنه و تنظیم هورمونی و سیستم عصبی خیلی خوبی به ما میده و کمک میکنه که عضله از دست ندیم. بدون ورزش کاهش وزن بی‌کیفیته. پس حتما نیازه که حداقل 3 روز تو هفته تمرین مناسب داشته باشیم. بهترین تمرین اینه که تمرینات مقاومتی رو کنار تمرین هوازی داشته باشیم با یه رژیم بالانس. این سریع‌ترین نتیجه رو به ما میده. کمک میکنه عضلاتمون رو حفظ بکنیم و چربی سوزی فوق‌العاده داشته باشیم. تغییر باید همیشگی باشه. نمیشه یه رژیم بگیریم بعد فکر بکنیم که آزاد شدیم. رژیم غذایی و سیستم غذایی باید وارد سبک زندگی ما بشه. باید کمی براش تلاش بکنیم، صبور باشیم و وقت بذاریم. برای لاغری میانبر وجود نداره، اما با کمی تلاش حتما میتونید به بدن ایدئالتون برسید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش بکنین، برامون کامنت بذارین، ما همه کامنت‌ها رو میخونیم. برای دوستاتون بفرستینش تا اونا هم بدونن که چطوری باید وزنشون رو اصولی کم کنن. نوتیف هم روشن بکنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.